عطر 212 مردانه، CH مردانه و عطر گودگرل تنها بخشی از کارنامه درخشان یکی از بزرگترین تولید کنندگان عطر در دنیاست. شرکتی که امروزه بیش از 25,000 توزیع کننده در سراسر دنیا داره. شرکتی آشنا و مبتنی بر یک اسم. Carolina Herrera. کارولینا هررا. این طراح برجسته در سال 1939 و در شهر کاراکاس کشور ونزوئلا با نام ماریا کارولینا به دنیا آمد. کارولینا فعالیت خودش رو در صنعت فشن و مد با طراحی لباس شروع کرد و از تبحر و توانمندی این طراح همین بس که طراحی لباس‌هایی برای بانوان اول آمریکا از جمله لارا بوش، میشل اوباما و ملانیا ترامپ تنها بخش کوچیکی از کارنامه درخشان این طراح بزرگ هستند. کارولینا در یک خانواده عیونی بزرگ شد. پدرش افسر نیروی هوایی و شهردار سابق کاراکاس بود. مادر بزرگ کارولینا اون رو از اوایل کودکیش به شوهای فشن مختلف از جمله شو مد بالنسیاگا می‌برد و لباسهاش رو از بوتیک‌هایی از لنوین و دیور می‌خرید. کارولینا تحت نظر امیلیو پوچی که از دوستان خانوادگی کارولینا محسوب میشد آموزش دید و به عنوان طراح در بوتیک پوچی در کاراکاس مشغول کار شد و بعد از اون سال 1980 به نیویورک نقل مکان کرد و به خاطر طراحی لباس‌های متعددی برای میک و بیانکا جگر و همچنین اندی وارهول در استودیوی 54 خیلی زود سر زبون‌ها افتاد و به تالار مشاهیر دعوت شد. سال 1981 دایانا وریلند سردبیر وقت مجله ووگ و دوست صمیمی کارولینا بهش پیشنهاد کرد که لاین اختصاصی لباس‌های خودش رو طراحی کنه. اونم لباس‌های خودش رو طراحی کرد و در کلاب متروپولیتن منهتن به نمایش گذاشت. و خیلی زود خیلی از بوتیک‌های معروف اون زمان مثل بوتیک مارتا پذیرفتن که لباس‌های کارولینا رو پشت قفسه‌های فروشگاه بذارن و بفروشن. کارولینا هررا عطر امضای خودش رو تحت عنوان کارولینا هررا در سال 1988 لانچ کرد و درست چند سال بعد سال 1991 نسخه مردانه این عطر رو به نام کارولینا هررا مردانه یا کارولینا هررا فورمن عرضه کرد. سال 1995 شرکت اسپانیایی پیوش امتیاز نام کارولینا هررا رو برای عرضه لاین جدیدی از عطرهای خودش خریداری کرد و این باعث شد که اون رو به عنوان نیروی خلاق و رهبر اصلی این برند حفظ کنه. این شروع یک مسیر جدید برای عطرسازی کارولینا هررا بود، چرا که دختر کارولینا یعنی کارولینا جونیور سال 1997 عطر 212 رو با هدف یادآوری حس و حالی از شهر نیویورک طراحی و روانه بازار کرد. سال 2008 این شرکت لاین جدیدی از محصولات خودش رو تحت عنوان CH به بازار عرضه کرد. عطرهای CH که امروز میشناسیم در همین سال و از همین سری آغاز شدن. عطرهای مکمل استایل‌های روزمره، خاص و بسیار شیک. تا سال 2014 کارولینا هررا 15 عطر اصلی تحت نام‌های کارولینا هررا، CH و سری 212 داشت. و سال 2016 بود که عطر گودگرل به بازار عرضه شد که بزرگترین رونمایی این شرکت تا به امروز حساب میاد. در این پست رو دوست داشتین لایکش کنین و شما با من بگین که دوست دارین درباره کدوم برند تولید کننده عطر بیشتر بدونین. همچون نگین بدرخشید.